تاریخ انسانیت از تضادها نهایت زیاد است. یکی از چنین تضادها شخصا من در آن میبینم که امروز تمام عالم صلح آفرینیش را با مردم نظامی با نفرانی که اصلا اگر گیریم طبیعتا خواهشمندی یا که هوسمندی جنگ هستند به آنها باور کردند و در همزمان آن نیروی آن توانمندی که فرهنگ دارد برای صلح آفرینیش قریب که خاموش است، قریب که کنار مانده است. و اگر تصور کنید که آن مبلغ‌هایی که صرف می‌شوند برای بنیادی سازمان‌های گوناگون منطقوی و برای هدفشان امنیت است، هدفشان حفظ امنیت در منطقه و در عالم است، اگر اهمیت دیم بیشتری آنها تمرکز کردند با تقویت بخشیدن قواهای مسلح و تقویت بخشیدن اسلحه، مجهز نمودن با اسلحه ها، یعنی و نیروی توانمندی اساسی که از عهده این به خوبی به فکر من شخصا میبراید این فرهنگ و مدنیت است، خاموش میستد. و چاره‌بینی امروزه ما گمان میکنم یکی از آن قدم های می باشد که یک تغییراتی در همین روند وارد می نماید، یک بالانس یا یک موازنتی به همین روند وارد نموده می تواند. البته یک بارانه در آینده دور و نزدیک. خودی من که در ساحه رابطه‌های فرهنگی شرق و غرب سال کاربری می‌کردم، البته درک می‌کردم که مسئله رابطه‌های فرهنگی بین شرق و غرب سال از سال مشکل شده ایستاده است. گرچند ما از تاریخ می‌دانستیم سبب‌هاش، ولی با وجود آن ما از آن نسل هستیم که از بس که در انفراد ایزولیاسیون گذاشته شدیم مدتی سالهای 50م، 60م، 70م، ما گمان میکردیم که بهترین کشوری در دنیا کشور خود ماست و از دیگر کشورها چندان خبر نداشتیم. ولی وقتی که جنگ سر شد در افغانستان، ما به نظرم نسل ما به هر حال اولین مرتبه درک کردیم که جنگ بوده است. از بس که نسل ما نسل بعد جنگ دوم جهانی است یا در زمان جنگ دوم جهانی به دنیا آمدیم، ما جنگ رو چندان ندیدیم، نفهمیدیم و تصور هم نمی‌کردیم. ولی وقتی که همسال‌های ما، حتی دانشجویان ما به افغانستان می‌رفتند و از اونجا یک جهان گپ‌های نو و اندیشه‌های نو را به محیط ما وارد می‌کردند، اندیشه از جنگ و صلح بیشتر شد در جامعه ما. بنابراین همین من امروز فکر میکنم که اون سرود و نواهایی که ما در زمان جنگی ندونم جنگی شوروی افغانستان بگیم یا اینکه چیز به هر حال برای ما مشکل، چون که ما بیشتر افغانستان را همچون یک خلقی هم زبان هم فرهنگ میشناختیم و تاریخ افغانستان را همچون تاریخ خودمون قسمی از تاریخ فرهنگی خود ما میپذیرفتیم. بنابراین ما همیشه از یک طرف مثلا تبلیغات شوروی را که در اونجا دشمن ها جمع شدند و مثلا دشمن ها بسمتی ها بسیار به افغانستان رفتند در زمانی در اولی سده گذشته و هاکذا شنیده
خیلی اندیشه میکردیم که مثلا تاریخ هیرود کجا شد و مثلا تاریخ تشکلیابی فرهنگ معاصر که رابطه های بسیار قوی در زمینه رابطه های بسیار قوی فرهنگی تشکل یافته است کجا شد و از این اندیشه ها زیاد بود. بنابراین امروز من فکر میکنم که اون اثرها و کارهایی که نسل پیشین کردن بیشتر صلح ساز و صلح آفرین بودن و برای به اتمام رسیدن جنگ در افغانستان خیلی و خیلی کمک کردن، گرچند که این کمک هنوز شناخته نشده است از طرف جامعه جهانی. هنوز نمیدونن که اهل فرهنگ تاجیک خیلی کار کرد برای تیزانیدن به اتمام رسانیدن جنگ افغانستان. وقتی که ما درباره این صلح الترناتیوی یا خود صلح توسط علم و فرهنگ سخن می رود، امروز خیلی زیاد سخن می رود هم در شرق و هم در غرب. من فکر می کنم که تاجیکا سهم بزرگی گذاشتن برای تأسیس یافتن علمی صلح الترناتیوی در جهان، ولی هنوز این سهم در جهان شناخته نشده و قبول هم نشده است. عجیبه بسیار چیزهای ساده امروز به نظر می رسند که برای ما خیلی شناخته ولی برای جهانیان چیزی نو. مثلا به نزدیکی یک مقاله نویسنده و منقدی انگلیس در اینترنت چاپ شد راجع به ارکستر سیمفونی دیوان غربی و شرقی که در امریکا تأسیس یافته است از طرفی ادوارد سعید، سیاستشناس بسیار مشهوری بریتانیا کبیر، و برندیم گفتگی کمپوزیتور و دیریژور. مقصد اینها عبارت از آن بود که فلسطین و اسرائیل را توسط موسیقی به همدیگر نزدیک و موسیقیچیان عرب و یهودی را دعوت کردند تا که یک ارکستر سیمفونی نو تشکیل کنند و گمان کردند که توسط همین موسیقی کنسرت های رنگارنگ می توانند این دو خلق را به همدیگر آشتی سازند. ولی مارین ورنر مؤلف این مقاله میگوید که متاسفانه چنین اقدام در روزهای ما دوام نیافت بعد از مرگ ادوارد سعید و اصلا موسیقی بلندی سیمفونی همچون پیوندی سنت های موسیقی خلق های مختلف برای صلح آفرینی چندان به کار برده نشده ایستاده است. خیلی در اینجا من البته پیش از همه با کم و اندوه فکر کردم که سالهای آخر ارکستر سیمفونی ما تمام شده است، از بین رفته است، پریشان شده است. اگرچه در سالهای 50 تا سالهای 90 موسیقی که در اینجا ایجاد شد، در تاجیکستان موسیقی نوی که ایجاد شد، از جمله سرودهای ملی، اثرهای سیمفونی، موسیقی برای کینو و تئاتر، اپرا ها، بالت ها، این یک میراثی نهایت نادری فقط تاجیکا اگر از خلق‌های فارسی زبان سخن بگویند، نه در ایران نه در افغانستان چنین پدیده وجود ندارد. وقتی ما خودمان را شناختیم که ما قوم‌های مونو اتنیکی نیستیم، ملتی هستیم پلی اتنیکی، یعنی ملتی هستیم در یک تنگنای جغرافی زندگی میکنیم، مرزی معین داریم، حدودی معین داریم، زبانی معین داریم، اما به آلایش نیستیم. همین به آلایشی ما
اولایش داشتن ما مجبور میکند که به همه احترام گذاریم و از همینجا همون فرهنگ صلح آفرین ما در تمام رکنها، در جشنهای ما، در کردار ما، در رفتار ما، در گفتار ما، در ادبیات ما، در موسیقی ما، در مناسبت ما با مردم میباید ظاهر شود. هرچند ما امروز مذمت میکنیم از باختهای بسیاری که ما در زمان شوروی داشتیم، ادعا میکنیم زمان شوروی برای با وجود آمدن یک جوهری اصیل در فرهنگ ملی ما خدمت بسیاری کرد. اگرچه در بخارا، در کوقند، در خوارزم، در کشورهای سه کشوری که در آسیای مرکزی تا انقلاب، تا تسلط امپریای روسیه وجود داشتند، در این سه کشور تئاتر یا نمایش‌های صحنوی سیار وجود داشتند، اما تئاتر کسبی وجود نداشت. تئاتر صحنه رسمی به مردم عرض کردن واقعیت، ترغیب کردن انسان کامل برای مردم، تربیت کردن انسان در روح انسان کامل که انسان کامل واقعا یک صلح دوست است. هیچگاه اولین نعمتی که یک انسان تکامل می‌یابد خشونت از بین میبرد. هیچگاه روا نمی‌بیند آنچه را که برای خودش روا نمی‌بیند، نه دزدی را، نه رهزنی را، نه تحقیر را، نه الفاظ تبع را، نه دست به گریبان شدن به کسی را. اولین حکمتی که تکامل انسان هست و انسان خودش میشناسد، از همه این علامت‌های زشت دست میکشد. وقتی که دست کشید این صلح هست، در وجود خودش صلح میآفرد و این ترغیب میکند به جامعه. و این تئاتر در طول نزدیک به 70 سال و تا به امروز خوشبختانه مبلغ صلح در صحنه بود. الان می‌بیارم گفت صدیق your choice.